نام خدا امروز در منطقه کلاردشت یکی از بی‌نظیرترین عملیات‌های امداد کوهستان در جستجوی یک مونورد مفقودی در ارتفاعات علم‌کوه صورت گرفت. کادر پروازی و اساتید پروازی امداد هوایی جمعیت هلال‌احمر در ارتفاع 4750 متری در نزدیکی جانپناه خرسان 2 تن از اسکیبازان تیم ملی اسکی کوهستان جناب آقای صالحی و جناب آقای ساوعی رو پیاده کردند در مناطقی که ما مشکوک بودیم و نیاز بود که مجددا مورد بازبینی و جستجو قرار بگیره. این عزیزان لحظاتی پیش در ارتفاعات علم‌کوه جستجو رو شروع کردند. همونطور که می‌بینید به دلیل اینکه ارتفاع زیاد هست و نیاز هست که بالگرد با وزن کمتری به ارتفاعات بره، هماهنگی‌های لازم در خصوص خودروی سوخت انجام گرفته و قرار هستش تا لحظاتی دیگر تیم دوم تجسس در منطقه دیگری از علم‌کوه تجسس هوایی رو ادامه بده و شروع کنه. سپاسگزارم. در دو سمت بالگرد نفرات اصلی و محلی کلاردشت که اشراف کامل دارن به مسئله توسط دوربین‌های چشمی و 2 نفر از بچه‌های جمعیت هلال‌احمر توسط